جمع شوند تز شما به سوادها بجای بدرس در اومده علم آموزه درس خونه و این افلاسی ها دست زده ایستاده ایدان؟ چی؟ افلاسی گفتی استاد؟ تو اینجا بیا ناس را بیزن ای پسر تازه شود مغزی سر اصلا کتاب نخوان در جایی که ناس است تو چی کرده ایستاده یا؟ تو آینده نداری چی؟ آینده گفتی؟ جیگر میکشه پسر تو میخندی از جیگر اصل و بدرس نرا اینا تو چی کرده ایستاده یا؟ میدانی که تو آینده تاریک تو را انتظار است چی؟ تاریکی گفتی استاد؟ سرخوشی در مای بود از کتاب خودی چشم بردم بود اصلا با مکتب دارم افسوس جوانان تو را نیز و مثل این هر دو آینده تاریک انتظار است شما باید از اینها عبرت گیره شما باید از اینها آموزه انتخاب در دست شماست یا با ما برای علم و دانش برویم یا با آنها به تاریکی برویم استاد ببخشید ما خطا کردیم ما را علم و دانش را پیشه میکنیم و دیگر بین افلاسی ها دست نمیزنیم ما را ببخشید استاد پس شما نه دیگر را انتخاب کرده دانش طلب و بزرگی آموز تا